كل عام وانتم بخير يا عسى الخير الوفي، لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير. السلام علیکم. دختری که به بلاغت رسیده است به اجازه پدر و مادر به شوهر برآمده میتواند یا نه؟ التماس به این سوال ما جواب بدید. ما مختصر الان این سوال رسیده است. آره، در مذهب ما دختری به بلاغت رسیده وقتی که عاقله باشد، یعنی مجنون نباشد، دیوانه و کم عقل و بی عقل نباشد، او امیر نفس خودش است. اگر شوهرش همتای خودش باشد، با خودش کفء و مناسب باشد، نکاحش بی یگان خلل و بی یگان نقصان و بی یگان کراهت جایز است. البته هم نکاحی که در حضور دو شاهد با هم شرط شرایط اسلامی بکنند، اگرچه پدر خبرم نداشته باشه، ولی با رضایت پدر و مادر نکاح کردن البته اولا و افضل است. فقط در مذهب ما پدر و مادر، خصوصا پدر رضایتش در صورت شرط است که اگر این دختر یک شوهری با خود نامناسب انتخاب بکند. مثلا دختر صالح است، یه مرد عرقخور، یه جوان فاسق لاابالی بی نماز خوش کرده است و میخواهد عقد نکاح بندد. در این صورت آره، بدون خبر پدر اگر رفت پنهانی عقد بندد، عقد نکاح صحیح است، ولی پدر حق این نکاح ویران کردن دارد، حق این نکاح فسخ کردن دارد، حق ویتا کردن دارد. به اصطلاح امروزی بگه از طریق محکمه قاضی مراجعت میکند، میگوید دختری من بدون اذن و اجازت من برای خود شوهر انتخاب کرده است که وی مناسب با دختری من نیست یا مناسب با خاندان من نیست. من این عاره، این ننگه بر خود نمیتوانم قبول بکنم. از این خاطر از شما خواهش میکنم شما این نکاح ما رو فسخ بکنید. با قاضی در اساس طلب پدر میتواند نکاح این دختر با شوهرش فسخ بکند و ایران بکند. یعنی این حق مذهب ما برای پدر یا ولی اقرب در صورتی که شوهر نامناسب باشد داده است. اما اگر شوهر مناسب دختر باشد، هر دو همتا و کف باشند، در این صورت این حق هم ندارد پدر.